عصر ظهور، برنامه‌ای از صدا و سیمای جهل و جنون. در روایتی که همکنون به دست ما رسیده است، سید خراسانی بیش از حد نعشه می شود. نشانه‌های ظهور نبودن تل خوب می باشد. ایشان شیره را اعماله می کند، دماغ خود را می خاراند. روایت آمده است پای منقل او دروغ بسیار گفته می شود. در روایت دیگر آمده است او از زغالهای بسیار مرغوب استفاده می کند، فقط با بافور تریاک می کشد. شیره را اعماله می کند. پای منقل او بسیار تریاک مصرف می شود. حرفهای پای منقلی بسیار گفته می شود. ایشان از دروغ بسیار لذت می برد. در روایت آمده است شعیب ابن صالح که همان احمدی نژاد می باشد زغال او را فوت می کند، بافور او را چاق می کند. در روایت آمده است او در آدمکشی بسیار مهارت دارد. سید یمانی در لبنان، او لواطکار می باشد، از لواط بسیار لذت می برد. در بچگی به او تجاوز شده است. پول نفت را در بمب و آدمکشی خرج می کند. شعیب ابن صالح قول بمب اتمی به او داده است. در روایت آمده است این بمب اتمی ساخته شده است و آماده پرتاب است. سید امانی از جنگ بسیار خوشش می آید. ایشان از آشوب لذت می برد. در روایت آمده است سید خراسانی پولهای نفت ایران را به او می دهد آدم بکشد. در روایت دیگر شعیب ابن صالح که قبلا در اوین بوده است همکنون رئیس جمهور سید خراسانی است. ایشان از تجاوز و قتل و آدمکشی لذت می برد. در روایت آمده است پای منقل سید خراسانی حاضر است همیشه و چای نبات برای او تهیه می کند. در روایت آمده است او بسیار خایمالی می کند. سید خراسانی از خایمالی بسیار لذت می برد. اطراف سید خراسانی فقط خایمال ها هستند. ایشان پول زیادی دارد و پولها را صرف جنگ و آدمکشی می کند. در روایت آمده است او فقط نعشه از سخنرانی می کند. در روایت آمده است مزدوران دیگری پای منقل او می آیند مثل حسن عباسی و تئوری آدمکشی و قتل را به او دیکته می کند. ایشان یکی از بزرگترین دیکتاتورهای منطقه با چنگیزخان مغول می شوند مقایسه کرد. چنگیزخان پیش او لنگ می اندازد. ظهور نزدیک است، خود را آماده کنید.